در جانب با قاری سوم واقع نیستیم و از هیچ جنا نیستیم. ما چند حرف میزنم اسلامی، اگر پذیرفتیم درست، اگر نپذیرفتیم با عقیده خودم و معلومات دینی دقیقی که در موضوع دارم، یا محمد گفتن، نوشتن، در مسجد ماندن، در خانه ماندن، این تعظیم برای پیامبر است، نه کفر است، نه شرک است، نه بی‌حرمتی است، نه حرام است. نه از قرآن ثابت است. آیات هایی که استدلال شد همه آیات ها در حق بت‌ها و مشرکین نازل شده بود که اونها غیر الله را. ما مردم افغانستان موحد هستیم، خدا را قبول داریم، به پیامبر ایمان داریم. با یک یا محمد گفتن ما کافر و مشرک نمیشیم. این عقیده درست مسلمانی است. دوم مسئله، اگر کسی عین آدم قبول نمیکنه او جدا مسئله است. این تفکیک کس تثبیت نمیتونه که برای صحابه جایز بود، برای ما جایز نیست. او زمانه دیگه بود، این زمانه دیگه است. این گپا از فتاوای بطنیه است، در دین وجود ندارد. ما به می عقیده کونه خود هستیم که از صحابه، تابعین و تبع تابعین برای ما انتقال شده است. ائمه دین ما، محدثین ما یا محمد گفتن، نوشتن در کتاب ها، و سیدنا امام ابو حنیفه در اشعار خود یا محمد استعمال کرده و گفته است. و عبدالرحمن جامی و فخرالدین رازی، آنانی که افتخار از برای تاریخ و فرهنگ افغانستان هستند، اینها هم در اشعار خود و ذوق و بشوق یا رسول الله یا محمد گفتند، موجود است. بر تقدیر این ما جایز میپنداریم، در مسجد نوشتنش و بردنش نه کراهیت دارد. مکروه او را میگه که در ابواب الکراهیت فقها بحث کرده باشند. برای ما فرایض و واجبات و سنن و مستحبات و مکروهات و مفسدات نماز تشریح شده است. در هیچ کدام باب این مسئله نامده، کس این تثبیت نمی‌کنه. نمازگزار معمول است که بجای سجدگاه خود در قیام ببینه. معمول نیست برای نمازگزار مکروه است که به طرف دیوار سعی کنه. ماشاءالله این چیزا که اینجا بند است، این هم بند است، مردم زیر سر این یک مسئله. دوم مسئله ای است که وقتی که امام عقیدهش با عقیده ما درست نباشه، نماز پشتش نمیشه. خصوصا نماز وهابی، پشت امام وهابی دارالعلوم دیوبند در 5 جای نوشته میکنه که پشت غیر مقلد و وهابی نماز مقلد نمیشه، غیر درست. چرا توهین ائمه دین را میکنن؟ این را علت گفتن. از قرآن و حدیث استفاده میتونی؟ ما امریکا دشمنی گفتم نداریم. ما یک چیزی را بیادرا میشنانم، کسی که مقلد ابو حنیفه نباشه یا از دیگر مذاهب نباشه، با استناد از خود نگفتم فتاوای دارالعلوم دیوبند گفتم نوشته است که نماز پشت درست نیست. گپ من نیست، از خود گپ ندارم، نه نظر شخصی در اسلام میگنجانم. فتاوای شامی می نویسد که وهابی خوارج هستند. تفسیر ساوی نوشته که وهابی خوارج هستند. بس دیگه اگر برادر وهابی باشه چرا سرش بد میخوره؟ ما خوش وهابی ها گپ میزنم. من این باور تفسیر دیگر در ابواب امامت، در ابواب امامت، در ابواب اوبا مرض میگه، مرض اوبا، ابواب امامت و شرایط امامت این مشکل داره. یک چیزی برای عالم ضروری است که روی به روی بگوید. ما که تا جای قرأت جناب قاری و شنیدم خفه نشوم. این قابلیت برای ازینه داره که مقتدا و امام برای همه عمر در یک. البته کیفما اتفق صلوا خلف كل بر و فاجر، برای امامت اشخاص است احسن و قرأتن باشه، قرأتش درست باشه. از دان یک آیت درست ما نشونید. لہذا دوستان برای این امامت گلویت مشکل داره، قرائت ما امام